طلبدار شهریم. همین شرایط شهر باشه، افطوبوس شتیا، صادق شتیا، من شرایط شهر ده باشه ما راضی و مسئولکاشان سوز کنن افطوبوس گرده ما ده گومون چی در کار. نورعلی سعداللهیف 240 سامانی نفقه میگیرد و میگوید که اگر از پرورش گاوهایش دست کشد پسرش مجبور است کودکان را پرتاید و به روسیه رود. سال 2021 نزدیک به 70 دهه ناحیه رودکی به شهر دوشنبه همراه کرده شدند. اکنون از روی معیارهای زندگی شهری دیگر حق چارواداری را ندارند. رستم امامعلی همنام شهردار دوشنبه و باشنده یکی از چنین دهه ها با درخواست به رئیس شهر مراجعت کرد چون ناظران منطقه‌ای میخواهند او را برای چارواداری جزا دهند. محترم رستم امامعلی، من خودم رستم امامعلی اشورالیف زاده، من یک بچه دهقان، زندگیمون با دهقانی میگذره. من این خیلی اسباقتی من این حالی مالی ما خرابه، من بازار گرفتم اینا فربه میکنم، اولش خدا کار میفرمونیم استفاده میبریم با بازار ده با میفروشیم میروه. غیر اسب مالی معده دارم، 100 برشگی 30 تا مالی معده بونی کدگی دارم. عبدالجمیل خالف رئیس محله آزادی زنان میگوید که ناظران منطقه‌ای آمده مردم را آگاه کردند. خانه به خانه گشته گویا آگاه کردن که شما 2 سال پیش آگاه شده بوده، اینا با یه بار دیگه آگاه کردستین که همین مال باید بروردن در کار و سوراخ بود شده که ما نمیتونیم شما رو مهلت دهیم. ساکن دیگر این دهه علی محمد صالیف امیدوار است که تا مطابق شدن زندگیشان به شرایط شهر به آنها اجازه ادامه چارواداری را میدهند زیرا شرایط این را تقاضا میکند. نرخ نوار نلاگ و پتنت منیو آدمی شهر گذشتگی درباره زندگیمون آدمی قشلاق حاضی ما تپکلو میکنیم کمرالو میکنیم خانه ها را بچه گرم میکنیم نکن در ناحیه رودکی ما 70-80 سوم نلاگ خانه میسپردیم و 500-600 سوم میسپردیم. بنابر قانون مقام پایتخت تاجیکستان کسانی که در حوله خود چاروا میپرورند از 500 تا 1000 سامانی جریمه میشوند. اما همین قانون استثنایی نیز دارد که چارواداری در حدود پایتخت جمهوری تاجیکستان بغیر از منطقه هایی که با قرار مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه معین گردیدند منع است. حالا باشندگان محله های تازه ورود که شمارهشان کم نیست به این ماجرا روبرو شدند. تنها به ناحیه سینا 32 دهه با نزدیک به 9000 جمعیت پیوستند که 659 هکتار زمین و 78 هکتار باغ و تاکزار دارند.